دوستان عزیز، یگانه انسانی که تا آخر عمرش بار دروغ نگفته است و انسانی که همیشه از دروغ گفتن دوری میجوید، یعنی صادق الامین محمد صلی الله علیه و سلم بر ما خبر داده است که تا این علامت ها نشود قیامت قائم نمیشود گفته حساب کرده بودند. پس نوا را تا آخر تماشا میکنیم. درباره این نشانه های قیامت و همچنین کعبه را کی و کی چپه میکند، در این باره از ثبت حاجی میرزا گوش میکنیم. خداوند نگهبان همه شما باشد. پیغمبر خدا روزه میگد گذر کرد، به ناگاه صحابه های پیغمبر در باب قیامت بحث داشتند، یعنی از آمدن قیامت و از واقعه های قیامت صحبت داشتند. پیغمبر خدا میگه گشته به سوی ما گفت قیامت قائم نمی شود تا وقتی که اگر 10 نشانه بالای شما نیاید. این نشانه هایی که الحال برای شما میگویم، اینها نشانه های کلان میگویند. اینا چی هستند؟ طلوع الشمس من مغربها. یکم پیغمبر خدا گفتند سمت آفتاب دیگرگون میگردد. امروز آفتاب از جانب مشرق میبراید، در مغرب غایب میشود. روز قیامت که شد، همان روزی که قیامت قائم میشود که خیلی روزی دراز است، آفتاب از پس پشت من میبراید، از این جانب حرکت میکند. سمت آفتاب گفت پیغمبر خدا دیگرگون میشود. ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. پیغمبر خدا گفتند درگاه پروردگار شما کشاده است روز تا بیگاه. برای کیها؟ برای کسایی که در روز گناه کردند. خدا میگه دروازه من کشاده است، کدام شما طلب مغفرت میکنید من شما را مغفرت میگردانم. درهای رحمت من میگوید خدا از شب تا به روز کشاده است، کدام شما توبه میکنید، کدام شما داخل درگاه میشوید، من شما را به بندگی قبول میکنم. در دهان پیغمبر خدا چی گفتند؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تا وقتی که آفتاب از مغرب میبراید توبه بنده مؤمن خدا قبول میکند، لیکن وقتی آفتاب برآمد در توبه بسته میشود. تمام دیگر او روز کدام ما و شما زاری کنیم، تولا کنیم، حتی خودمان قتل در راه خدا کنیم، دیگر فایده ندارد، در رحمت بسته میشود. پیش از آنه که این آفتاب از جانب مغرب میبراید، ما و شما باید که ما و شما به سوی خدا توبه کننده باشیم، ما و شما به سوی خدا برگردنده باشیم. این یکم نشانش است. دویم چی گفتند؟ دویم گفتند و دابت الارض، و جانور از زمین میبراید، جانور از زمین میبراید. میگذاریم در سوره نحل آیت 82. نمل، سوره که به نام مرچه خداوند در قرآن ذکرش میکنن. نمل گفته مرچه را میگن. در آیت 82 همین از دابت الارض، الحال ما و شما را خداوند شناس میکند. دابت الارض چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلموهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. صدق الله العظیم. خدا میگوید وقتی که فساد فسق در روی زمین که زیاد شد، دابت الارض از زمین میبراید، دابت الارض میبراید. در دوام میگوید خداوند تکلموهم، این دابه با مردم سخن میگوید. کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لکن این کافران و این منکران قیامتی که بودند به نشانه ها و به روز قیامت من باور نداشتند. دابه چی هست؟
دابه جانور میگن. در شکل دابه خیلی اختلافات زیاد است که دابه چگونه است. صاحب تفسیر قرطبی که حضرت میگوید این دابة الارض همان شتر حضرت صالح است که از پیغمبر خدا سوال کردند دابة الارض از کجا میبراید؟ گفت از مسجد خیلی بزرگ و خیلی در نزد خداوند با قدر و با قیمت. این اشاره محدثا به چی کردند؟ به خانه کعبه کردند. دابه همون جانور از همون مکه مکرمه می براید، از بین کوی صفا می براید، به یک روایت از محراب مکه می براید. شکلش می گوید بعضی مفسران میگن مثل اسب است، از 4 طرف میگه زبان دارد و به مردم فقط کارش نصیحت است و در دستش میگه حدیث پیغمبری خداست، حدیث صحیح است، ترمذی روایت میکند که در دستش میگه عصای حضرت موسی دارد و در یک دستش چله حضرت سلیمان است. وقتی نزد کافر ده میگن نزدیک میشود، همان مهر میگه در پیشانیش میگذارد، چهره کافر سیاه میشود و نویسانده میشود هذا کافر، این کافر است. وقتی عصاش میگن نزدیک آدم مؤمن میارد، وقتی میگن نزدیک به پیشانی مؤمن میگذارد، چهره مؤمن روشن میشود و نویسانده میشود این مؤمن است. دیگر لقب میگه در همون زمان از بین برداشته میشود، مگر یکی یکی را چگونه فریاد میکند. آدمهایی که روسیا هستند، آدمهای روی سفید، اونها را دوزخی میگویند. و آدمهای روسیا باشد، آدمهای روی سفید بهشتی میگویند. فقط یک لقب میماند، روسیا، دوزخی و بهشتی، خلاص. خیلی اندازه کلان هم دارد. بعضی از مفسران میگد آفتاب وقتی که از مغرب میگد میآید در بین آسمان میرسد، نصف روز میشود، بعد این چی هست؟ دخان است. دیگر نشانه قیامت پیغمبر خدا گفتند دخان است. دخان چی هست؟ دخان گفته دود میگن که مخصوص همین دخان در قرآن سوره دخان موجود است. آیت 10 و 11 این سوره دخان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس هذا عذاب علیم. صدق الله العظیم. خدا میگوید محمد منتظر شو روزی را که این آسمان را یک دود فرا میگیرد. یخشی الناس، مردم بیهوش میشود. هذا عذاب علیم، این دود نیست بلکه این عذاب خداوند هست. دیگر چی هست؟ دیگر ثلاث خسوف، خسف بالمغرب و خسف بالمشرق و خسف فی الجزیره العرب. پیغمبر خدا گفت بعد من طرف مشرق، طرف مغرب فروروی زمین ها سر می شود. یعنی شهرهای هستند که در طرف مشرق و شهرهای هستند در طرف مغرب و شهرهای هستند که در جزیره های عرب زندگی دارند. همگی زمین اینها را فرو می برد و اینها غایب می شوند، دیگر ناپدید می شوند. عایشه صدیقه میگه گفتم پیغمبر خدا وقتی اینها را زمین فرو میبرد در بین اونها آدمای صالح وجود ندارد؟ رسول الله گفتند وجود دارد، لکن عدد آدمهای فاجر زیادتر است. آدمهای بد، آدمهای ناخوب، آدمهای کافر در روی دنیا زیادترند نظر به آدمهای صالح و اینها را چکار میکند؟ زمین فرو میبرد. و دیگر نشانه را پیغمبر خدا گفتند در شهر یمن، گفتند پیغمبر خدا یک آتش گفتند فواره میزند از چقرترین زمین به سوی آسمان بلند می شود. صحابه پرسیدند پیغمبر خدا وقتی این حالت اگر ما بینیم چیکار کنیم؟
رسول الله گفتند که بر شما باد که به طرف ملک شام برای خود اختیار کنید، یعنی در یمن دیگر نیستین، بلکه شما رهسپار به سوی ملک شام شوید. خدا داناست که این علامت ها کی می براید، لکن علامت دجال و علامت امام مهدی و نشانه حضرت عیسی که اینها حرف قریب یک موضوع هستند، انشاءالله جمعه دیگر خدا خواسته باشد در این سه نشانه دیگری که بر شما بیان کردم انشاءالله صحبت میکنیم.